خوش اومدید به اپیزود دوم از آرل کرافت. تو این ویدیو قراره بریم و بازم دوباره آرل کرافت بازی کنیم و سریمون رو ادامه بدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب فراموش نشه بزنید. خب بچه‌ها تو این ویدیو هم یعنی تو این اپیزود هم قراره بریم و ادامه همون پیشرفت چی میگی؟ تام کنیم بچه. بازی صدا هلو بابا فرار نکن. هیل شم وی مرسی بابت هیل. آبم میخوریم. یعنی آیتما رو بردارم برم نمیدونم فعلا اینا رو بپز ببینیم چی میشه. یک کلنگ من برای خودم بسازم. آها دارم. اوکی واتر باکت نمیتونیم بسازیم. چی آهن نداریم. نه این چه افکتی میده غذاش. این چیه ریجوونیشن. این چی کار میکنه نمیدونم ولی خب خوبه. ها سیر باشیم هم میشه بخوریم. چه جالب. یکم چوب جمع کنم. نمیخوریم دیگه. این افکتش چیه؟ او رزیستن 4 تا قلب. او من اوه بریم دیگه. آره بخوابیم صبح پاشیم بریم یه جا دور بگردیم. اینجا بذار ست اسپام باشه. آیتم چرت و پرتامو دراپ کنم. بزن بریم دنبال یه بتل تاور دیگه بگردیم. حاجی همین الان گفتم بتل تاور پشمام. خیلی خوشانسم. اوکی ای والله پرچیه. حاجی خوب شد ست اسپام بود. و اینا مگه میذارن خب من برم چیزی بردارم. چجوری زدی؟ بودو برو بالا برو بالا فقط برو بالا. نزن بلایت بود. وات یه حرکتی میذاریم تا اینجا خوب اسپان شیم. اینو میکنیم میندازیمش اینجا. ریستیم پیس خودمو میکشم تا حالا یه ترای میزنم. شاید آیتما رو تونستم بردارم ولی مابایی که نمیتونم بذارم. برو میکنم. اوکی بعد انقدر بمیریم تا تو ویلج اسپان شیم. کلا جا خوبی میخورم. اینجا به نظرم ایده خوبیه. ای غلط کردم. چقدر این من نبینه. خداحافظ. بای بای ما رفتیم. اون ویلج. نه این ویلج نیست. چیه؟ اون ویلج. ای والله. بابا الان میبینم. من بتل تاور دور برشه. وای من دیگه بمیرم مهم نیست. ای والله شما بی خیال من نمیشید. حداقل بذار دورتون کنم بعد بمیرم. حاجی چند تا بتل تاور پشمام. لشگر ای والله. بابا من زدم رو ویستون. دور برای گرابل پیدا نمیشه. درسم برم آخ این دنبال منه. تو چی هستی برادر؟ اوی خدا گیل کلم. آه بچه ها برای اپیزود دوم واقعا کافیه. اینقدری که من مردم ها واقعا هیچکی نمرده. هیچکی اینقدر نمرده که من مردم. فکر کنم برای قسمت دوم کافی باشه. کاملا پسرفت کردیم. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا بای بای.
چون هرچی داشتیم از دست دادیم. این گراوله به به. دیگه باید از اول شروع کنیم دیگه. خیلی هم خودم نمیکشم دنبال استراکچر بگیرم چون فایده نداره. یه شیلدم میخواد فان نکرده. بکن هیدم میزنه فقط هید نمیر. What? اوکی یه انتحاری میریم این تو، اگه نشد دیگه باز باید از اول شد. نه اما شب شد الان اسپانرها اینجا کار میکنه دیگه نمیکنه. یس شما بمیر جناب. اجازه من اسپانرها رو بکنم. ای ولی بندج بدم خوبه یعنی چیزی نیست. Herkese salam. بابا بیخیال. اوکی کمپ میبینم. فکر کنم کمپه. نه لاواه. ای بابا رکب خوری. عالی شانس بهمون رو کرده. آیا این چیه؟ من دارم میمیرم. میمیرم چیه؟ بذار گله رو بندازم دنبال خودم. لک شدم. حاجی میپره. چیکارش کنم؟ بینیم پایین. دنبالمه؟ بکنم اینو بیفتم مردم. برو پایین. آروم اینو بخورم اینجا برم. فکر نکنم اینجا بهتر جای گیرم برم. یه دونه اینا میندازیم اینجا. تورچ میگیریم دستمون حداقل. آره ارزششو داره. چرا اینجوری میگیره دستش؟ خوبه. قبل اینکه بمیرم اگه دم هنوز سرنامه اینو میخورم. آب میخوام دارم و تشنگی میبینم. اوکی ریسکشو نمی کنم. What? اوکی رو خدا جای خود. آخه وسط آبم جای تلپورت. What? ای بابا ویلیج یه تخت بدید. تخت واه 3 تا چی داره نمیدونم. یه میخوام میمون برشم لوت کنیم. میخوامیم ست اسپام میشیم اینجا دیگه. اوه اینجا لاوا از خطرناکه. یا کنم مرس. یه بلاک بده بتونیم بریم داخلش. 12 تا سنگ جمع میکنیم. با 12 تاش یه کلنگ درست میکنیم. 3 تا کابل 2 تا استیک کلنگ. حالا کابلستون میکنیم. حله بریم یه آبم بخوریم. ترسیدم بابا. چیه؟ چیندش بالاخره مرد. با چوب برام کرد.
یو اول فاز بزن سرمون میره دیگه. وای به زور به دست آوردم بعد کلی کتک کاری. من جوش هچپی ندارم نزنیم. ای بابا ولی به زوره کار میکنه. بله همین بالا با این 6 تا پریم بخواب یس. من زاویه رو عوض کنم گیر نکنم چه موقع پرتا. بابا بیخ خیال بلنگ همو میدارم این چه سره آره بجزی بابا بیخیال اینجا کافی هم یه ویدیوش بده کنیم خودش پیش رفته مثل از یه ویدیو بده میرم تو خدا